خب بچه ها سلام. امروز میخوایم تارانتولا هامونو که ظرفاشون کوچیک شده چون پوست اندازی کردن مولت کردن وقتشه که ظرفاشون بزرگ شد آماده سازی کنیم، محیط جدیدشونه که ریهاوسشون کنیم و ببریمشون توی خونه جدیدشون. اولین چیزی که این خونه جدید نیاز داره بهش یه بستر برای تارانتولا هامون که شما میتونید از بستر مخصوص این کار که حالا شرکت تروپیکال موجود داره استفاده کنید، تهیه کنید. اما اگر نخواینم اونقدر هزینه کنین میتونید از کوکوپیت استفاده کنید. اما حتما توجه کنید که کوکوپیتتون رو فقط با آب جوش باز کنید که ضد عفونی بشه. بعد از اینکه با آب جوش باز کردید یه حالت یه جوری یه کوچولو آب کشی، یه ذره آبم روش بریزین که نمکی چیزی اگر داره از بین بره. کوکوپیتتون رو که با آب جوش باز کردین بذارین یه مقدار سرد بشه. وقتی که سرد شد منتقلش میکنید توی ظرف جدید. اینو توجه کنید سایز ظرف جدید نباید خیلی بزرگتر از ظرف قدیمی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه تارانتولاتون استرس میگیرن، تو خونه جدید دارن میرن. فکر کنید از یه خونه 10 متری و رفته یه خونه 100 متری، خب گم میشه توش، میترسه، استرس میگیره. برای تهویه خونه جدید تارانتولاتون حواستون باشه تهویه باید به این شکل دور تا دور باشه فقط و روی درشون هم همینطور. نکته‌ای که توی این قسمت باید بهش توجه کنید اینه که یه ظرفی رو انتخاب کنید که درش قشنگ روش کیپ شه. اما یه نکته دیگه، ظرفو از بالا تا پایین به هیچ عنوان سوراخ نکنید. همون قسمت چند سانت قسمت بالایی کافیه. چرا که اگر این قسمتایی که کوکوپیتمون رو میریزیم رو هم بخوایم سوراخ کنیم ظرف خیلی زود رطوبت خودش رو از دست میده و نگهداری ما یه مقدار سخت‌تر میشه، چون باید حالا هر روز بخوایم آبپاشیمون رو انجام بدیم، رطوبت برسونیم به تارانتولاها تا بخوان سالم بمونن و پوست اندازی یا همون مولت خوبی رو داشته باشن. خب میذاریم که یه مقدار سرد بشه کوکوپیتمون. بعد از اینکه کوکوپیت ها سرد شد، یعنی من از قبل دستامو شستم کاملا تمیز، ضد عفونی شده، دستم هیچ بویی نداره. توجه کنید دست تمیز باشه و هیچ بویی نداشته باشه. ولی شما با دست انجام ندین، من با دست انجام میدم، شما سعی کنید با دست این کار رو نکنید. خب کوکوپیتمون رو منتقل میکنیم. یعنی من هنوز مجازم که کوکوپیت بریزم. چرا؟ چون هنوز به حفره‌ی اولیه‌ای که زدم نرسیدم. میبینید ظرف الان یه مقدار بخار کرده. این کار در واقع میشه گفت درستی نیست، چون این کوکوپیت داغه و این ظرف پلاستیکیه. امکان داره به یه سری از ظرف‌های پلاستیکی واکنش نشون بده، مواد پلاستیکی آزاد بشه که برای تارانتولاتون مضر باشه. اما چون من ظرفی رو تهیه کردم که برای خوراک استفاده میشه، یعنی محلولای داغ میریزن توش، خورش بعضی از رستوران‌ها توش میریزن، تاییدی بهداشت داره، هیچ ضرری نداره. اما شما توجه کنید این کار رو انجام ندین، شاید ظرف شما این قابلیت‌ها رو نداشته باشه. میبینید الان ظرف من یه مقدار بخار کرده، دقیقاً به خاطر همون اختلاف دمایی است که این اتفاق افتاده. من هنوز یک خورده دیگه کوکوپیت نیاز دارم که بریزم و کفایت میکنه. کوکوپیت همون دقیقاً من ظرف یه مقدار بخارش رو تمیز کنم، شما ببینید که تا کجا کوکوپیت رو ریختم. ببینید دقیقاً تا قبل از این که به اون سوراخ‌ها برسه. خب اینو میذاریم سرد بشه. از مرحله ریهاوس کردن خود تارانتولا هم براتون میگیرم. درشون هم قشنگ اینجا کیپ میشه. این قسمت جای انگشت داره، باز میکنید و استفاده میکنید ازش.
ویدئوهای دیگه‌ای راجع به نوع تغذیه تارانتولاها و اینکه حتی به اون غذایی که باید به تارانتولا بدین، خب محشرات هستن دیگه، اونا رو چجوری باید تغذیه کنید و علت اینکه تغذیهشون میکنیم و به چه شکلی تغذیه میشن رو هم خدمتتون میگیم. یه مقدار سرد بشه و بریم برای ادامه ماجرا. در تایمی که اون کوکوپیت سرد میشه یه مقدار، ببینید دماش جوریه که دست من رو نمیسوزونه، اما خب به هر حال داره بخار میده و میتونه تارانتولاتون رو اذیت کنه، آسیب برسونه. و اینکه من انسانم پوست زبختی دارم که دستم نمیسوزه، ولی اون موجود کوچولو و حشره دوست داشتنیمون خیلی حساس تر از پوست دست ما بدنش. یه دونه اسپون یا همون خدمتتون عرض شود که قاشق برای این کار در نظر بگیرید خیلی بهتره. همونطور که گفتم تارانتولا مستعد، محیط کشت تارانتولا به خاطر رطوبتی که داره مستعد رشد انواع قارچ و باکتریه، به خاطر همین باید موارد رو رعایت کنید حتما. ببینید دوباره ما تا اولین حفره‌ای که زدیم فقط ریختیم کوکوپیتمون رو، نه بیشتر نه کمتر، چون باید هوا به صورت اینجوری باشه که یعنی هوا بیاد توی انکلوژر و بره از انکلوژر بیرون. یعنی شما حساب میکنید از این قسمت هوا وارد میشه، از قسمت مقابل هوا باید خارج بشه. در این یکی ظرف هم همچنین سوراخ کردم. خب این مرحله بعدیمون که ببینید این کوکوپیت هایی که تهیه میکنید حتما باید حواستون باشه که کوکوپیت بدون نمک باشه. اما خب من دلم آروم نمیگیره کوکوپیت ها یه آبکشی خیلی کوچیک میکنم. حتما یه مقدار آبو میریزم روی کوکوپیت، حالا اضافهش رو هم اضافه آبش رو خالی میکنم یه مقدار. اما این یکی رو من خیلی آب ریخته بودم، یه مقدار کوکوپیت بهش اضافه میکنم تا سفت‌تر بشه. خب بعد از اینکه این کارو کردیم حتما حواستون باشه کل کوکوپیت رو به این شکل توی دست خالی کنین، توی مشتتون بگیرین، بچرونید کوکوپیت رو به اندازه‌ای که دیگه آبی ازش نیاد بیرون. رطوبت مناسبی داره برای اکثر تارانتولا. حالا من دارم برای کرلی هیر این کار رو میکنم، رطوبت حدوداً 60% نیاز دارن کرلی هیرها. این شکل که در اومدن، شکل گرفتن، حالت قالبی شدن، این رطوبت مناسبی رو داره. فشارش میدین که دیگه آبی ازش نیاد بیرون و قالب بشه. شکل قالب دستتون رو خودش بگیر. خب آخرین تیکاش هم که حالا اضافه بود رسل. ببینید کوکوپیتی بود که من توی آب جوش باز کردم، جهت ضد عفونی. یک مقدار شستمش که اگر مقداری هم نمک داره نمکش گرفته بشه. محصول نهایی البته دست منم هست. اینم کوکوپیتی بود که من حالا که اون وقفه‌ای که به ویدیو دادم خودم شستمش. حواستون باشه کوکوپیت خالص و بدون نمک تهیه کنید. اما بازم
کوکوپیتو یا آبکشی بکنید. خب اینا دیگه سرد شدن و چون حالا شستیمشونم راحت تر سرد شدن، میرم سراغ مرحله بعدی، ریهاوس کردن تارانتولا.